سلام، یک بار برای همیشه با منطق ساعت و زمان در اکسل آشنا بشید. من عدد 0.333333 رو وارد میکنم و این محدوده رو به فرمت تایم تغییر میدم. اوکی رو میزنم. همونطور که مشاهده میکنین عدد 8 AM رو به من نشون میده. حالا چرا این اتفاق میفته؟ ببینید از نظر اکسل عدد 0.3333 یعنی در واقع 1/3 روز بعد از تاریخ 0 ژانویه 1900 که میشه ساعت 8 اون روز. در واقع اکسل هر ساعت رو معادل 1/24 میدونه، یعنی یک روز رو بر 24 قسمت تقسیم میکنه. عدد 10 رو وارد کردم. حالا فرمتش رو به تایم تغییر میدم. ساعت 12 AM رو به من نشون میده. عدد 10 اینجا به این معناست که 10 روز از تاریخ 0 ژانویه 1900 گذشته و چون روز کامل هست عدد 12 ساعت 12 رو به من نشون میده. نکتهش چیه؟ اینکه شما دیتاهای مربوط به ساعت و زمان رو به شکل صحیح وارد کنید. شکل اشتباه اون رو الان دیدیم. برای مثال من بخوام ساعت رو به این صورت وارد بکنم. اما شکل درست چی هستش؟ اگر من میخوام ساعت 10 رو نشون بدم به این صورت وارد میکنم. نگاه کنین، من این محدوده رو انتخاب میکنم، پنجره فرمت سنس رو باز میکنم، بدون اینکه جایی کلیک کنم متوجه میشم که اکسل خودش تونسته تشخیص بده که این محدوده با فرمت زمان هست و اون رو به حالت کاستم در آورده. ممنون از همراهی شما. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.